سلام بچه خدا امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. من اومدم با یه ویدیو بسیار عالی. اصلا این صحنه رو یه لحظه ببینید. نشد نگیرم. زمانی که داشتم آسمون قشنگ خداوند رو نگاه می‌کردم یه پیغامی اومد روی گوشیم. این پیغام این بود: خانم جوادی، یه کاری کن ارتباطم با خدا قوی بشه. باهاش یه مدتی صحبت نکردم. راستیتش باهاش قهر کردم. ولی انگار یکی به هم گفت الان به تو یه پیغامی بدم. میدونی چیه خانم جوادی؟ احساس میکنم که خوب نیستم. احساس میکنم که خدا ازم خیلی دوره. احساس میکنم که اصلا صدای منو نمیشنوه. خیلی حالم بده. یه کاری کن فقط من ارتباطم با خدا قوی بشه. منم لازم دونستم دقیقاً روی همین ویدیو جوابش رو بدم. دوست عزیزم، حواست هست که از خوبی خود بیخبری. به خدا خوبتر از خوبتری. خدا همین جاست، تو قلب خونه، تو عطر پاک گلای پون. خدا همین جاست، تو عطر بارون، تو چشم خیسه من و خیابون. خدا همین جاست بین من و تو، ساده بین من و تو. خدا همین جاست تو لحظه هامون، بین نماز احساس و بارون. خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست. میخوام یه داستان رو برات تعریف کنم. شاید قبلا شنیده باشی. روزها گذشت و گنجشک با خدا هیچ نگفت. یک روز بغضش ترکید، رفت پیش خدا. گفت خدایا، این لانه کوچیک من کجای ملک با عظمت تو رو اشغال کرده بود که به باد دستور دادی که لونه منو واژگون کنه. ندایی شنید که ماری در نزدیکی تو کمین کرده بود. به باد دستور دادم که لانه‌ات را واژگون کند تا پرواز کنی و از خطر ایمن باشی. اون موقع تازه گنجشک به حکمت خداوند، به الخیر و فی ماوقع خداوند ایمان آورد. همه ما به خدا وصلیم. خدا عاشق تک به تک بنده هاشه. خداوند توی قرآن میگه، به پیامبر میگه اگر بنده هام از من درباره تو سوال کردن بهشون بگو من نزدیکم. شروع کن با صدای بلند بگو خدایا شکرت، خدایا من عاشقتم، خدایا من خیلی دوست دارم. با خدا راحت باش. بهش بگو هرچی دارم اعتبارش به تو برمیگرده. خدایا شکرت که به هم سلامتی دادی، به هم شغل دادی، به هم پدر و مادر دادی. خدایا شکرت که هر لحظه هدایتم میکنی، حمایتم میکنی. اینجوری با خدا صحبت کن. خدایا عاشقتم که از روح خودت در درون من دمیدی. خدایا شکرت که من یک انسانم بر روی این کره زمین. چرا من الان ناراحتم؟ چون در خیر اون اتفاقی که برای من
پیش اومده بیخبرم. فکر میکنم آب از سرم گذشته، فکر میکنم که تو منو فراموش کردی، ولی این فکرها همه نجواهای شیطان ذهنه. خدایی که بارها و بارها به ما گفته که من غفور و رحیمم، من تواب و رحیمم، من اجابت کنندم، من رو یاد کنید تا من شما رو یاد کنم. خدایی که وعده آمرزش داده، فضل داده، خدایی که این همه عشق به همه ما انسان ها داده. ارتباط زیبا با خداوند با سپاسگزاری عاشقانه شروع میشه. باید عشقت رو به خدا بدی. با همین جملاتی که بهت گفتم بگو به خودت که من تکه‌ای از تو هستم. بارها و بارها این جمله رو برای خودت تکرار کن که خدا به من گفته من نزدیکم. سرت رو روی شونت بذار و ببوسش. مگه نگفته از رگ گردن بهت نزدیکترم؟ خدایی که اول آخر میگه به نام خداوند بخشنده مهربان، مهربانیتش حد نداره. خدایی که تو قلب توه و قلب تو رو آروم میکنه. یادش کن تا یادت کنه. خدا همینجاست تو بی کسی هم، وقتی که از عشق معجزه میخوام. خدا همینجاست واسه همیشه، چشماتو وا کن معجزه میشه. خدا همینجاست بین من و تو، ساده ساده عین من و تو. خدا همینجاست لحظه به لحظه، وقتی که قلبی از عشق بلرزه. خدا همینجا. چقدر زیباست بچه ها. خدای شکر. امیدوارم شما هم لذت برده باشید.